سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی آموزش امروز قرار هست یک سری تمرینات به شما یاد بدم که افرادی که دچار زانو درد هستن، ساییدگی، آرتروز و یا مشکلات کشکک زانو بتونن از اون استفاده کنن و پاهای قوی و عضلات چهارسر قوی داشته باشن. بریم با همدیگه تمرینات رو انجام بدیم. تمرینات امروز قرار هست با استفاده از کش‌های لپ انجام بشه. کش لپ به منظور کشی هستش که دایره‌وار و گرده و بسته هست. یادتون باشه چون که این کش‌ها دارای رنگ‌های مختلفی هستن، یعنی مقاومت و ضخامت متفاوتی دارن، متناسب با آمادگی جسمانی افراد و سطح متوسط و یا پیشرفته بودنشون توی ورزش، که از رنگ زرد که من ندارم برای افراد مبتدی و برای ریکاوری و اصلاحی هست، سبز، آبی، قرمز و مشکی. پس رنگ قرمز و مشکی برای افرادی که ادوانس هستن، یعنی در ورزش حرفه‌ای هستن. رنگ آبی و سبز برای افرادی که سطح متوسطی دارن در ورزش و رنگ زرد برای افرادی هستش که سطح مبتدی دارن. من متناسب با آمادگی جسمانی من رنگ قرمز استفاده میکنم. اولین حرکتمون جلوی پا هست که ما چون دستگاه نداریم، دستگاه بدنسازی منظورمه، داریم شبیه سازی میکنیم با یک صندلی و یک مبل که پایه داشته باشه. شروع میکنم کش لپم رو داخل پایه صندلی قرار میدم و روی صندلیم قرار میگیرم. پام رو داخل صندلی قرار میدم. اگر پشتی صندلیتون طوری هستش که شما بتونین تکیه بدین که چه بهتر، اما برای من مبل فاصله قسمت نشیمنگاه تا تکیهگاه هم زیاد هست. سعی میکنم طوری قرار بگیرم که بتونم صاف و کشیده باشم و کرم رو داخل بگیرم. دومین موضوع اینه که باید دستگیره ها رو بگیریم، یعنی از بالای اسب پهلو. و سومین مورد که مهمترین مورد هست، یادتون باشه قسمتی که قسمت نشیمنگاهی مبل یا صندلیمون تموم میشه باید قسمتی باشه که انگار تکیهگاه و حائلی پشت زانوهامون هست، یعنی قسمت انتهای صندلی، نشیمنگاه صندلی باید مچ باشه با جایی که زانوهامون تا میشه. همین جایی که قرار دارم پاها چسبیده به هم دیگه، شروع میکنم به جلو پا زدن. کنترل این که کشمون به سمت بالا حرکت نکنه. بعضی از بچه‌ها از کش که استفاده میکنن، کش گرد میشه و به سمت بالا میاد، یعنی زیباییش، پهناش رو از دست میده. این تمامش بستگی به، مثل همین الان، تمامش بستگی به میزان حرفه‌ای بودن شما در استفاده از کش داره و اینکه چقدر کنترل روی اجرای حرکت داریم. من دوباره کشم رو صاف میکنم و با تکرار 8 تایی حرکت رو اجرا میکنم. میریم داشته باشیم 8 7 6 5 4 3 2 1 و البته این بار با کش آبی میتونم تست کنم برای پای مخالفم رو، ولی به خاطر اینکه میخوام مقاومتاش رو ثابت نگه دارم، برای پای مخالفم هم به همین صورت با کش قرمز ادامه میدم. صاف و کشیده، دستانم روی دستگیره، پاهام انتهای نشیمنگاه به نزدیکی تا شدگی زانوهام هست. شروع میکنم 8 7. یادتون باشه در حین بالا اومدن پنجه‌های پاهاتون باید تیز باشه. 4 3 2 و 1. خیلی عالی. میریم برای حرکت بعدی. من کش لپم رو کامل میندازم داخل پا، بالای زانو قرار داره، قسمت انتهایی عضله 4 سرم، و در همین جا که قرار دارم قرار هستش که یک تکیهگاهی رو بگیرم. برای افرادی که سطح متوسط دارن، افرادی که پیشرفته هستن میتونن خیلی راحت در حالت نیمه اسکات قرار بگیرن. پای که قرار هست حرکت کنه رو به سمت بالا، کمی از سطح زمین فاصله دار نگهش دارن. ما فاصله بین لگن هامون فاصله
هیپ وایت هست، یعنی فاصله عرض لگنی هست، به خاطر اینکه اگه ببندیم خب کشمون به سمت پایین هدایت میشه، ولی خب در این کش که چسبندگی داره و مقاومتش زیاده به سمت پایین نمیاد. پاهام رو نگه میدارم و پایی که قرار هست فعالیت کنه و شروع میکنم هیپ ابداکشن دارم به سمت بیرون. 7 6 5 4 3 2 و 1. نکته دیگه که بچه ها خیلی مهمه اینه که پایی که تکیهگاه قرار میگیره صاف نمیشه که روش حرکت ما انجام بدیم. پس این پا اصلا فرم بدن به حالت نیمه اسکات هست. اوکی؟ میرم برای پای مخالفم. هیپ وایتم، عرض لگن، دست توی کمر، یا به تکیهگاه یا به تکیهگاه. شروع میکنم پای که قراره حرکت کنه به سمت پهلو. 8 7 6 5 4 3 2 و 1. خیلی عالی. و بالا میرم برای اجرای حرکت بعدی. حرکت بعدی که همون حرکت اسکات با استفاده از کش لپ هست. من ساده قرار گرفتم، کشم رو بالای زانوم قرار دادم، پاها کمی بازتر از عرض لگن هست، صاف کشیده. دستانم به خاطر اینکه تمرکز داشته باشم و تعادل داشته باشم البته روبروی بدنم قرار میدم. شروع میکنم به سمت پایین میرم و برگشت. 8 7 6 5 4 3 2 و 1. و البته آخرین حرکتمون رسیدیم. حرکت آخرم کش رو میندازم قسمت مچ پام. پایی که قرار هست تکیهگاه باقی بمونه، کش قشنگ میره کف پا روی سطح زمین ثابت میشه و کش دیگرم رو میتونم به حالت یک چرخش بدم و اون رو به فرم زیگزاگ داخل پای محرکم قرار بدم و نیمه اسکات قرار میگیرم. شروع میکنم به تنها بستن پای محرکم، انگار که من دارم لگ کرل میزنم، پشت پا میزنم. نشستم، شروع میکنم به کرل کردن و باز کردن پا. یادتون باشه برای کرل کردن ناخودآگاه، چون حرکت ایزول است، یعنی فقط از مفصل زانو در حال تا شدن هستیم، امکان داره که شما از لگن هم حرکت کنید، از ناحیه هیپ و گلوت. باید دقت داشته باشین که در اینجا فیکس، فریز، شکم تو، سرشونه عقب، نگاه متمایل به زمین. دستانم رو کمرم گذاشتم که تعادلم حفظ بشه و شروع میکنم. 8 7 6 5 4 3 2 1. خیلی عالی. و من قرار هست جای پاهام رو عوض کنم. کشم رو کف پام قرار میدم و کشم رو یه پیچ میدم. پای محرکم رو میکنم داخلش. نیمه اسکات قرار گرفتم. پای محرکم آماده انجام حرکتش میشه و شروع میکنم به اجرا. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. نگه میدارم، استراحت. و آخرین نکته‌ای که راجع به حرکاتی که سینگل لگ میشن در حالتی که ما اسکات هستیم، کشم رو در بیارم و این رو توضیح بدم. اینکه بچه‌ها، ورزشکارا، این خیلی نکته مهمیه. وقتی که ما در حال نیمه اسکات هستیم و سینگل لگ میشیم، قراره که دو تا پاها، دو زانو، دو لگن، دو پنجه پا، شست‌های پا، توز، همه اینها باید موازی با هم باشن
و در یک خط و راستا قرار بگیرن. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر من دارم حرکت رو میزنم تا شدگی، نباید به گونه‌ای باشه که زانوی مقابل رو رد کنه. شد؟ یک بار دیگه از جهت مخالف. پس من در حین تا شدگی به سمت جلو یا عقب حرکت نمی کنم. حرکت سر جای خودش، دو زانو موازی و برابر و اجرای حرکت. امیدوارم که از این تمرینات لذت ببرید. تا آموزش های بعدی شما رو به خدا میسپارم. حتما برای من کامنتاتون و نظراتتون رو بگذارید و کانال من رو فالو کنید. فعلا خداحافظ.